سلام علیکم دوستای عزیز، وقت همگی بخیر. خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال باشه. دوستای عزیز، در قدم اول چینل لایک کنه، شیر کنه، سابسکرایب کنه. ناگفته نمانه که برنامه ما امروز از این قرار است. دوستای عزیز، شما در تصویر مشاهده میکنه که درباره وزن گرفتن و وزن کم کردن از دکتر صاحب یگان سوالات می داشته باشیم، به خاطر از اینکه خودشان وقت مسابقاتشان که می باشن بسیار زود وزن خود کم میکنن و بسیار زود وزن خود پس وزن میگیرن. میخواهیم که شما بفهمین، چون بسیاری وقتا که هست زیادترین طبقه و ناز دختر خانوما از وزن زیاد شکایت می داشته باشن و زیاد رنج میبرن و نمیتونن وزن خود با آسانی کم کنن، یا بسیاری هایشان از نمیتونن وزن بگیرن. از دکتر صاحب میخواهیم بعضی سوالات ما را جواب بده و شما دقیق بشنوین که چی گفتنی داره. دکتر صاحب میشه یک سلام علیکی داشته باشین و بعد از او با سوالای خدا آغاز کنیم. سلام زبیر جان قن. علیکم السلام. سلام به دوستای عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند باشن. در لباس عافیت دکتر احمد تقی فرمولی در خدمت شما. تشکر دکتر صاحب، سلامت باشین. دکتر صاحب، اول از اینجا آغاز میکنیم که چه رقم وزن خود کم کنیم، یا کدام از طریق ورزش میشه، از طریق غذا میشه که کدام غذاها را نخورن. خودتان دیگه کم معلومات بدین درباره‌اش. زبیر جان قن، وزن کم کردن یا وزن گرفتن خودش یک برنامه داره که در این باره بسیاری دوستا ورزشکارای عزیز که مطابق تحت ترینر یا استادایی که هستن همیشه که می باشن در وقت مسابقه هایشان می باشه وزن کم کردن، باز بعد از مسابقه وزن پس می گیرن. در این تصویر هم که خودتان پیشتر اشاره کردین، کسایی که می خواهند که اگر وزن کم کنن، که وزنشان کم شود، کوشش کنن که از چیزهای پروتئینی که مثلا برنج است، کچالوست، لوبیاست یا نخود است که پروتئین داره، زیادتر این وزن میده. و چیزهای کاکائو، یعنی چیزهایی که شیرینی است، اینا زیادتر رواج جوانان نوجوانا شیرین باب زیاد خوش دارند. زیادتر چیزهای همین کاکائو خصوصا که بسکیتش می باشه یا کاکائو خالص می باشه یا این چیزا که است، زیادتر خودش زیاد وزن میده. زیادتر کوشش کنن که دوری کنن. خب تشکر دکتر صاحب. امی تو از کدام ورزش هم کدام حرکت های داره نداره؟ خصوصا بسیاری کسا که هست از امی شکم بسیار زیاد کلان می باشه، از او خاطر میگن باید از شکم ما خورد شد. و امی شکم است تا جایی که من میفهم، امی شکم است که وزن میده دیگه، بدن دیگه باز کلان میشه. زیادتر که شکم کلان میشه، توسط چی کلان میشه؟ توسط امیز که زیادتر ما شما برای خود فکر نمی کنیم، خصوصا در مورد غذا خوردن یا می چیزای شیرینی باب. این زیادتر تلاش ما زیاد است که باید برنامه جور کنیم غذایی خدا، که در این مورد همیشه ما صحبت کردیم. بازم یک صحبت ورزشی دیگه، برنامه که اگه زندگی بود انشالله او را باز یک برنامه ورزشی جور میکنه که مطابق این ورزشایی که هست که برای شکم فایده میکنه و حرکتایی که هست شکم خود میکنه عضله جور میکنه، او را باز در بارش گپ میزنیم انشالله. خب دکتر صاحب، می وزن که کم میشه باز فکر کو که وجودم ضعیف شده میره، اینا بازی بسیار مشکل نمیشه؟ نه زبیر جان قنو، برنامه غذایی که هست او یگان تا که هست میگه ما اگه وزن کم کنم، او میگه ما والا ضعیف میشم، یک پا شیمه نمی باشه در دست پایم. این گپا ما کلا این گپا را رد میکنم، به خاطر که موردی که ما در وقت مسابقه های مثلا باز بخیر تاریخ 27 شاید مسابقه های پاورلفتینگ باشه، ما با خودمون وزن کم میکنم. برنامه غذایی خود توصیم اوقات جور میکنم که بخوایم 10 کیلو وزن کم کنم، بخوایم که 3 کیلو کم کنم، این آسان است. این از طرف شو باید چی کنن؟ یک کمک مرغ بگیرن، یخنی کنن، گوشتش نوشجان کنن، 1-2 تا تخم مرغ سفیدیش نوشجان کنن، بادرنگ، بانجا رومی،
همین سالاد که جور کنن میره نوش جان کنن که شک پرچک نان و میچ وزن نمیده. من همیشه که وزن کم میکنم. این برنامه صبحیام یک کمک پنیر، نانا، بادرنگ، بانجارومی میره صبحی نوش جان میکنه میچ. یعنی در کل ترکاریات وزن کم میکنه. مگم سیرام نگاهت میکنه و تو نیست که تو وزنم بیخی که میبازی وزنم کم میکنی تو نمیکنه که از لنگ پای بانه که تو را بیشی میکنه. این گپاره که بسیاری دوستا میزنه من ایره رد میکنم. خب دوستای عزیز، خدا کنه که شما هم فهمیده باشه. دیگه یک وقفه کوتاه میگیریم، باز هم با ما باشه. خوش آمدید دوستای عزیز. در ادامه برنامه حالا درباره وزن گرفتن از دکتر صاحب سوال می داشته باشیم. دکتر صاحب چه رقم وزن بگیریم؟ درباره وزن کم کردن خودتان گفتیم. اینجا در تصویر هم ما میبینیم که یک نفر وزن بسیار زیاد داره و یک نفر هم فکر کنم که استاندارد است. بله. این هر دوی از یک شخص است. زبیر جان قن اگر میخواد دوستا که وزن بگیره کوشش کنه که وزن استاندارد بگیره. به چی شکل؟ همین برنامه غذایی خدا اما به طریقش پیش ببرن. کوشش کنن که از 70 کیلو 75 الی 80 از جوانان تا نوجوانان همین برشان پیشنهاد میکنم که کوشش کنن که وزن زیاد خوبم نیست. به خاطر از تمام که در تصویر که دیدین خودتان میفهمه که اینجا سایکو که خدا برده نمیتونه یادم دیگه مشکلات چربی خون پیدا میشه، مشکلات چربی جگر پیدا میشه، مشکلات فشار که سر کمر میایه، سر دکسای کمر میایه، سر قسمت های چاربند. فکر کو که نمت از آینک زانو یا مفصل یایشم که مشکل پیدا میکنه، پوندیدگی پای پیدا میکنه. از این فشارهای زیاد است که وزن زیاد میشه. کوشش کنن که از این 70 75 الی 80 کیلو وزن باید زیاد نباشه. این استاندارد است به نظر من. وزن استاندارد دیگه 75 الی 80 کیلو هم زیادش 80 کیلو دیگه خوب نیست. کی کدام غذا یا کدام برنامه به وزن گرفتن؟ بعضی کسا از وزن زیاد رنج میبره، بعضی کسا از وزن کم. بسیاری از من گپتام گرفتم زبیر جان خان. بسیاری دوستا مریضایی که پیش من میان زیادترش میبینه که وزن زیاد دارن. همین شکل که تصویر میبینین یکشان همت لاغر از زیادتر رنج میبرن، از این چاقی و لاغری رنج میبرن. باز بعض کسا چی میگه که من استعداد چاقی را ندارم، بعض کسا چی میگه که من استعداد لاغری را ندارم. اما من که فکر میکنم که زحمت بکشی استعداد اردویش می داشته باشی. طبعا یگانه راه استعداد چاقی و لاغر شدن هم همی است که بهترین چیز که راهش همی است که ورزش است. ورزش کنی هم سر اشتها می باشه آدم، هم صحتمند می باشه، نه وزن میگیری زیاد، نه شکم پیدا میکنه آدم. اینمی خودش هم وزن میگیری، هم سر اشتها که آمدی خودش وزن گرفتن است. مطابقه که اگر بخوای که وزن کم است که 50 است. بسیاری کسا که دیدی دوستا یا جوانان نوجوانان که هستن زیادتر 50 کیلو 55 کیلو وزن دارن. هر چقدر میگه میخوریم هیچ وزن نمیگیریم. باز من برشان میگم شما ورزش شروع کنین. شما وقتی که ورزش کردین حرکت همین خون در حرکت میایه از شست پای تا مغز سر. در حرکت که آمد این خود به خود اشتها میایه. اشتها که آمد تو زله شدی اشتها میایه سر غذا. تو میتونی که غذایت اگر یک بشقاب او قید نمیخوردی تو حالا که ورزش کنی یک بشقاب ماشاءالله نوش جان میکنی. اگر سیب اینی سیب است که بخوای که سیب بتونی خورد میگه دلم نمیشه می سیب حالا نمیخورم، اینه میره باز او قید خوب با اشتها میخوری. اینم با تو کلش بمود رقمش ترتیب غذایی امور رقم پیش میره. زیادتر هم من که تلاش میکنم تشویقم میکنم دوستا را سر این ورزش است. باید ورزش کنن، هم سلامتی است، هم برای وزن گرفتن، هم برای وزن کم کردن. هر دوش مفید است. چی خانوما باشه چی مردا باشه مشکل نداره. درست است زبیر جان قن خانما میتونه که در خانه رسپان بازی کنن، ورزش پیاده گشتی کنن. یگانه راهش که هست نمی وزن کم کردن پیاده گشتی است. بسیاری کسایی که مشکلات شکر داره صبحی وقت ببینید خانما یا آقایان زیادتر در وقت در سرکا ببینید که پیاده میرن.
آقایان خونه به دوش یاستک، باز خانمان پیاده و نهایت تا گذرگاه یا مشاهده میکنین یگان دفعه در سرکاب یا هر جایی که خانهشان باشه از اون منطقه تا منطقه دیگر پیاده گشتی میکنن. این مفید است بسیار. ای که اگر دمی دوش باشی یا پیاده روی کنی حتی او شیرگرم باشه گیرام نوش جان کده بوری، ای چطور است؟ درست از آذربایجان قرنم کسایی که او یخ زده و یا میخوره ایره کوشش کنن که زیادتر نوش جان نکنن او یخ زده، به خاطر که مفید نیستک. خصوصا بچه‌ای که در کلپا ورزش میکنن، نوجوانان و جوانان ایره کوشش کنن که او زیادتر معتدل بخورن، او گرم باشه خوب است که در بین تمرین هم تشنگی را میشانه هم برشان مفید تمام میشه. ایره کوشش دیگه دهی براتان بگوین زبرجان قند که زیادتر از کسایی که میخواه که وزن کم کنن یا وزن میگیرن ایره زیادتر از طرف صبح یک بوتلک آب که نوش جان میکنن تا 5 بجه 6 بجه دیگر کوشش کنن که 16 بوتل یا 16 گیلاس هاو نوش جان کنن. این بیخی مفید است برشان. تشکر دکتر صاحب، سلامت باشی. دوستای عزیزی بود برنامه امروز ما. تا برنامه بعدی شما را به خداوند و پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.